صبح همگی بخیر. البته تو هر تایمی که الان داریم ویدیو رو نگاه می‌کنی اون تایمت بخیر باشه. صبح جمعه است و ما تصمیم گرفتیم بریم دور باغ ارم پیاده روی. بریم و ببینیم که امروز قراره چه چیزهایی رو تجربه کنیم. برگا هم که زرد شد و حسابی هوا پاییزیه. کله صبح تنها کافه‌ای که باز بود کافه هومر بود. بریم به این کافه فوق‌العاده کافه هومر. جذاب و سرس و بازه. بزنیم به سلامتی خودتون و خودم و هوای فوق‌العاده پاییزی. یادم یه زمان وقتی اینجوری لیوانامون رو تو بچگی به هم میزدیم میگفتن نکنین این کار حرامه، الان نوشیدنیتون حروم شد. بعد از کافه اومدیم پارک آزادی. این کوچولوها رو میبینین زیر آب‌هاش دوش میگیرن. ای خدا نگاهشون کن خدایا. یکی از تجربیات قشنگ امروزم آشنایی با این آقایون بود. با اینکه سنشون بالا بود ولی انرژیشون فکر کنم اندازه 10 تا از جوانای الان ماه و فوق‌العاده بودن. بریم هم وسایل دارتشون رو نشونتون بدم هم یه دست دارت بزنیم. بزن بریم. کرسی که دهان توریده است غنی شد. بعد روبروش می‌ایستی؟ مکانش 2.5 متر. عالی بود. زیرش صفر نیست. عالی بود. واو. یه جوکی هم بگم. وقتی دختر خانم میان میزنن شلول میزنن میگم محکم بزن فکر کن مادر شوهریته. بیا ایشون شما بزن. یکی هم اونجا افتاد. را بهانه کرد. نه راحت باشید ما قهوه رو صبح زدیم. آره میشه جانتون ممنون. بفرمایید. من تست کنم. من هیچ وقت نزدم. مثل مداد میگیریم بعد مستقیم این الان نمیچسبه نوکش اشکال داره. دستاز کاملا. آره با قدرت. باید با قدرت باشه مثل سنگ‌اندازی. یه هم بزنی 100 تومن داری. همین که میخوری میچسبه خیلی خوبه. کاکای عزیزم یکی از چینه 2 تا تموم شد. شروع لیدیز فرست. من زدم بعد شما بزن بلافاصله بعد نفر بعد من باید آره بعد شما عالی شما خیلی خطا بود. به 10 زدی. 10 زدم. به من میگن خدای دارت، خدای نشونیگیری. هر کی امضا میخواد لطفا تو صف وایسه. بس از بخوره. شما خوب. خوب. یاسه. اینش 2.5 متر. خوبه؟ آره. همینجا خود من باید برگردم. 4 متر و نیم آره. 2 متر و نیم. چه نزدیک. بود. اینا برای من گفتی؟ شما من راه برید. 2 تا 6. من 2 تا دستی من 2 تا میشه آره به همه 2 تا الان 6 یه 6 نه نزدی آخه 10 بود ولی نچسبید. آقا خیلی بزنید
تا 10 بزنم خدا قبول کنه. یه خود بیا چپ خدا پیدا خودت نیا دست نیا عالی بود. آقا خلاصه خیلی جاتون خالی بود با آدمای اهل دل فوق‌العاده و واقعا دوست داشتنی و مهربون و پر انرژی. یه روز فوق‌العاده رو ما سپری کردیم، یه صبح فوق‌العاده داشتیم، همینطور به بازیمون ادامه دادیم و کلی لذت بردیم. جاتون خیلی خالی بود. مشکل بشه. موقع شما تصویران ما یه خورده شاد میشیم. سلامت باشید. ممنون زنده. آقای جلالی در جمع ما شادی. دست در نکنه. ما صدا. بسیار خوشحال شدیم. خدا نگهدار. خوشحال شدم. سلامت باشید. واقعا خوشحال شدم. ممنون، خیلی خوب گذشت. ممنون، تشکر. ای خدا این داره ورزش میکنه. ای مادر. ای خدا. خب اینم از امروز ما. برای شما یک روز فوق‌العاده رو آرزو میکنم. حالا اگه شب دارید نگاه میکنید فرداتون فوق‌العاده باشه و مرسی که تماشا کردید. بعداً میبینمتون.